سلام. در مورد مدیریت پوزیشن‌های باز و اینکه چیکار کنیم که وقتی کارش کردیم پولمون رو به باز ندیم. مورد معروف داریم میگه که همه تریدرها آره ولی خود زن اجازه نمیده، یعنی خیلی کنجکاوی بدونی که مهمترین مسئله‌ای که کلا مارکت داره این که سلام خدمت همه بینندگان عزیز. خب این قضیه خیلی رایجه بین تریدرها که استاپ یا تی پیشون رو جابجا میکنن و به هر حال اون معادلاتی که حساب کردن راجع به وین ریتشون و اینکه نسبت‌های ریسک هایی که میکنن به نسبت پروفیت هایی که برداشت میکنن با این کار کاملا تغییر میکنه و خب داده هایی که در نهایت بهشون میده بعد از فرضاً 30 تا ترید پشت سر هم اون چیزی نیست که انتظاراتشون رو برآورده کنه و نسبت بهش یک دیدی رو داشتن. مسئله که هست اینه که خب اول اینکه شما نقاط ورود و خروجتون که قبل از ترید باید مشخص باشه که شما چه نقطه‌ای میخواد ورود کنید و چه نقطه‌ای میخواد خروج کنید، حالا چه تی پی باشه چه استاپ باشه. و برای کسانی که یه خورده این کار براشون سخته وقتی که وارد ترید میشن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن که استاپاشون رو جابجا نکنن یا قبل از اینکه تی پی بخورن معامله رو ببندن، یکی از راهکارهایی که وجود داره اینه که بعد از اینکه وارد معامله شدن طبق استراتژیشون نه زودتر نه دیرتر معامله رو ول کنن، از پای چارت بلند شن و بعد از اینکه نتیجه مشخص شد بالاخره یا این استاپ میخوره یا تی پی میخوره و این باعث میشه که دیگه شما نتونی اینها رو جابجا کنی. ولی کن اکثر تریدرها معمولا این کارو میکنن که وقتی که وارد بازار میشن یک معامله رو باز میکنن. مثلا یک جمله معروف داره میگه که همه تریدرها یک استراتژی دارن تا وقتی که اولین استاپ رو میخورن. بعد از اینکه اولین استاپ رو میخوری دیگه از تمام استراتژیایی که داشتی خارج میشی و وارد معاملاتی میشی که اصلا توی اون چارچوبی که خودت قبلش برای خودت تعریف کردی دیگه قرار نمیگیری. توی این موردها معمولا این شکلیه که افراد وقتی وارد پوزیشن میشن خیلی وقتی که وارد قسمت ضرر معامله میشن و معامله به سمت استاپشون حرکت میکنه اینها خیلی خوشبین هستن که نه این قرار برگرده و به سمت تی پی ما حرکت کنه. این باعث میشه که استاپاشون رو بزرگتر کنن و خب درصد ریسکی که روی هر معامله انجام دادن تغییر میکنه قطعا و وقتی که استاپ میخورن توی همه اینها استاپای بزرگتری میخورن. از اون طرف وقتی که مارکت به سمت جهتی که مشخص کردن و تی پیشون هست حرکت میکنه اینا خیلی بدوین هستن به مارکت و فکر میکنن که الان مارکت قراره برگرده و اون سودی که کردن فرضاً توی تی پی 1 هستن و اینها توی تی پی 2 میخواستن سودشون رو برداشت کنن نسبت بهش بدوین میشن و خیلی زودتر از موعد پوزیشن رو میبندن. این باعث میشه که فرضاً اگر شما یک استراتژی داشته باشی که 70% وین ریت داشته باشه، وقتی که شما استاپت رو جابجا میکنی و از 1 به 1.5 فرضاً تغییرش میدی و اونور به جای اینکه تی پی 2 رو برداشت کنی میای توی تی پی نیم یا 75% برداشت میکنی، خب این مجموع چند تا تریدی که انجام میدی قطعا برآیندش منفی میشه با این کار. خب چیکار بکنن؟ یکی از راهکارهایی که اولا گفتم اینه که خب کسانی که نقاط ورود و خروج دقیق دارن و مشخص دارن استراتژیشون جوری هستش که نقاط دارن، یعنی منتظر میشن که مارکت به اونجا برسه، خب اینها پوزیشن رو که باز کردن استاپ و تی پیشون رو فیکس میکنن و دیگه کاری باهاش ندارن. آره خب تو عمل نمیشه اینقدر قوی انجام داد و اینو میتونن از پای چارت بلندشن برن کار دیگه شون رو انجام بدن و فقط بیان ببینن نتیجه چی شده. آره ولی خود زن اجازه نمیده، یعنی خیلی کنجکاوی بدونی که الان تی پی رو زد استاپ خوردن، یعنی خود این ست اند فورگت میگم سخت رعایت کردنش. آره قطعا سخته و مهمترین مسئله‌ای که کلا مارکت داره این که بحث سایکولوژیشه. یعنی شما با هر استراتژی خیلی ضعیف، یعنی هیچ یه چیز ساده بخوای باز کنی، خب اگر استاپ و تی پی رو مشخص کنی و صبر سر این ساعت همین چیز ساده فرضاً استاپ تی پی مشخص کنی بذاری چارت رو ببندی و از بازار خارج شی، این قطعا بیشتر سودساز میشه تا اینکه تو یه استراتژی خیلی قوی با وین ریت فرضاً 70% داشته باشی ولی بیای موقعی که پوزیشن باز می‌کنی استاپ و تی پی رو جابجا کنی. من خودم تجربه دارم که همین حرفو می‌زدم ست اند فورگت می‌کنم ولی توی عمل نمیتونستم. یعنی دوست داشتم ببینم برمیگشتم نگاه می‌کردم جابجا می‌کردم استاپ و تی پی رو جابجا می‌کردم، خیلی از این کارا می‌کردم. میگم حالا راه حلی که حالا لحاظ ذهنی خودمون رو چطوری تقویت کنیم که بتونیم
اونجا که چارت داره بالا پایین میشه ما احساساتمون بالا پایین نشه. ببینید یکی از راهکارهایی که وجود داره اینه که شما اون استراتژی رو که دارید اولا بک تست بگیرید. خب یه سری بک تست میگیری راجع به این استراتژی و میبینی که آره من استاپمو اینجا گذاشتم، تیپیمو اینجا گذاشتم طبق اون چیزی که فکر میکردم و استراتژی که وجود داره و میام نگاه میکنم ببینم که در گذشته بازار با این کار چند بار استاپ منو خیلی در حد پیپ و پیپت زده فرضاً، حالا بسته به اون استراتژی داره و بعد مارکت به سمت اون بالا حرکت کرد. خب پس من چرا باید بیام وقتی وارد پوزیشن میشم در واقع خب بیام استاپمو جابجا کنم و خوشبین باشم به اینکه این مورد جزء اون درصد مواردی هست که قرار استاپ منو بزنه و میخواد به سمت چیز حرکت کنه، به سمت تی پی من حرکت کنه. خب این عاقلانه نیست. میام هر جوری که هست مارکت رو گذاشته اونجا، این فقط با تمرین یا با تمرینه یا اینکه شما چارت رو ببندی و کلا به دنبال کارت و منتظر باشی ببینید بازار کدومشو به تو میده. یا اگه نمیتونی و میخوای که فرضاً پای چارت باشی، بهترین راه حلش اینه که با تمرین و اینکه استاپ خوردن باید اصلا اهمیتی نداشته باشه، تمرین کنی، نگاه کنی، تو بک تست گرفتی نسبت به اون استراتژی و میدونی که نهایتا در 10% موارد 20% موارد این قرار استاپ تو رو بزنه و به سمت چیزی که تو حرکت میکنه، اون سمتی که میخوای حرکت کنی. اگه مثلا 10 تا پشت سرم استاپ زد، تو بک تست رو گرفتی ولی پشت سرم داره استاپ میزنه تو بازار واقعی و رویاتو از دست دادی، اون موقع رعایت کردن این که اوکی تو مطمئن باش. ببین یه مسئله که وجود داره توی همه استراتژی ها هست بحث آمار و احتمالات. خب آمار و احتمالات همیشه هر چقدر تعداد آمار و احتمالات بالاتر باشه اون عدد به واقعیت اون کار نزدیک‌تره. فرض کنیم که ما می‌خوایم یه سکه رو بندازیم، یه طرف شیره یه طرفش خط. خب اگه شما 5 بار این 10 یا 10 بار این اتفاق رو انجام بشه، یعنی شما سکه رو بندازید ممکنه 7% 7 بارش شیر بیاد 3 بارش خط، این میشه 70 به 30، در حالی که احتمال اینا 50-50 است. خب چه موقع این به سمت اون 50-50 نزدیک میشه؟ زمانی که تو به جای 10 بار تست کردن این کار 100 بار این کار رو تست کنی. اون موقع این اختلاف کم میشه، مثلا میشه 45% 55%. خب توی ترید هم همین شکلیه. شما وقتی که میگی وین ریت معاملات من فرضاً 70%، این 70% حداقل باید توی 100 تا ترید محاسبه بشه، ببینی که واقعا آیا 70% هست یا نه. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که تو میتونه 30% منفی که داری میخوری پشت سر هم باشه، هیچ قاعده و قانونی نداره. خب به خاطر همینه که اصلا ریسک منیجمنت به وجود اومده. خب و ما میگیم که مثلا حالا استانداردش 1%. خب میگه استاپ بذارن مثلا برای بعد از 3 تا استاپ یه استاپ هفتگی یا ماهانه هم تعیین کنن یا نه؟ نه هیچ، شما هر چقدر که استاپ بخورید مهم نیست. اگر طبق استراتژی داره وارد معامله میشی، اگه صف ماهانه رو مثلا بزنیم، مثلا صف ماهانه ضرر 10%. ببین اینکه شما در روز چقدر مجاز هستی استاپ بخوری، چند تا معامله کنی و چقدر معامله کنی، چه در روز باشه چه در هفته چه در ماه، اون بازی استراتژی دیگه یه ریسک منیجمنتی داره و یه استانداردی داره. حالا کاری با این قضیهش فعلا نداریم، فقط داریم راجع به اعداد حرف میزنیم. و در مجموع این به این شکله که شما اصلا مهم نیست که اگه طبق استراتژی داری وارد معامله میشی، اصلا مهم نیست که 3 تا 4 تا استاپ پشت سر هم بخوری. نتیجه اون استراتژی که داری توی بلند مدت و تعداد بالای معاملات مشخص میشه. یعنی شما اگر 5 تا معامله کردی 4 تاش استاپ خورد در همون اول، این به این معنی نیست که اون استراتژی که تو انتخاب کردی اشتباهه. تعداد دقیق و آمار دقیق وین ریت معاملات تو باید توی تعداد معاملات زیاد مشخص بشه. یعنی اینکه بعد از اینکه 100 تا معامله طبق استراتژیت، طبق نقاط ورود و خروجت وارد شدی و نتیجهش رو دیدی بدون اینکه استاپ یا تی پی تو تغییر بدی، اون موقع است که مشخص میشه که واقعا وین ریت معاملات تو چقدره و برآیندش چه شکلی میشه. اما توی 5 تا یا 10 تا معامله، حالا چه پشت سر هم قرار تی پی بخوری چه پشت سر هم قرار استاپ بخوری، این مشخص نمیشه و یه داده فیکیه که برای تو در هر دو صورت مضره، قابل استناد هم نیست و قابل استناد قطعا نیست. شاگردای من خیلی میگن که 5-6 استاپ خوردیم، بعد گفتیم این کلا استراتژی بدیه، تغییرش دادیم، فلان کار کردیم. یعنی توی بلند مدت و 100 تا پوزیشن حداقل 6 ماه 3 ماه اینا ببین تستش کنیم متوجه بشیم که خوبه یا نه. ولی توی کوتاه مدت و 5-6 تا پوزیشن خیلی اشتباهه. اصلا توصیه نمی‌کنیم که فوراً تغییرش بدین، از این ستاپ بپریم به اون ستاپ. فکر نمی‌کنم اینو قطعا خیلی راحت میتونید
تو خونه تستش بدید، سکه آره. بردارید شیر یا خط کنید، ببینید که توی 5 تای اول یا 10 تای اول چند بار شیر یا چند بار خط میاد. و این به این معنی نیست که اینها 50-50 نیستن و یکیشون 70% یکیشون 30%. این به خاطر اینه که تعداد بارهایی که ما انجام دادیم کم بوده و قابل استناد نیست. خب مرسی، ممنونم خواهش ازت. می‌کنم. امیدوارم استفاده کرده باشین. حالا ویدیوهای بعدی سعی می‌کنم موضوعات بیشتری رو پوشش بدم. در خدمتتون هستیم، ان شاءالله بازم می‌بینیمتون.